سلام خدمت دوستان عزیز. ساز یاماها آهزار اورینتال رو داریم. یه نکته راجع به را پرده کردن و کرون کردن نوت ها میخواستم بهتون آموزش بدم. تو نوازندگیتون تاثیر داره و قطعا گوشتون اگر کوک باشه و این حالت فعال نکنید اذیت میشید. ببینید شما وقتی که نوت های مورد نظرتون رو کوک میکنید، سی مثلا فا دیزو، تو قسمت ملودیتون اوکیه، کوک هست، ولی آکوردتون کوک نیست. ببینید سول ماژور رو ببینید، سول ماژور کوک نیست، در صورتی نوت سی کرونه باید کوک باشه. خب باید فعالش کنید. شما دکمه اسکیل تیونینگ رو فشار میدید. خب اینجا حالا بجز این که این پنل کویک اکسس رو شما داده، سازهای اورینتال نوت های رو پرده کردنشون دم دسته، از این همشون این صفحه تنظیمات هم داره که شما بتونید به صورت دستی تا هر مقداری که میخواید اون نوت مورد نظرتون رو کوک کنید. خب ما با این قسمت کار داریم. ببینید تیک لفت و استایل رو باید فعال کنید تا آکورداتون هم کرون بشه. میاد پایین، نرم تیک میذارید، مولتی پد هم میتونید تیک بذارید. وقتی که ساز رو روشن کردید، بهترین کار اینه که اگه نوتی رو میخواید کرون کنید، قبلش بیاید تو اسکیل تیونینگ و همه این تیکا رو فعال بذارید. حالا به صدای آکورد توجه کنید. لا مینور، سول ماژور، کوک شد. ببینید خاطر اینکه این نوت سی باید کرون میشد رو آکوردا. در خدمتتون هستم. اگه سوالی بود در مورد تنظیمات دستگاه یا هر قسمتی کامنت کنید، در خدمتتون هستم، جواب میدم.